بفرمایید. سلام، بله درست گرفتید، بفرمایید. خواستگاری برای دخترم شبدر؟ بله دختر منه. چهارشنبه عصر در خدمتتون هستیم. سلامت باشید، خواهش میکنم. خدایا شکرت، بالاخره یه دیوونه‌ای پیدا شد بیاد این دختر رو بگیره. شبگیر مادر، پاشو پاشو پاشو، لنگ زهره، میخوایم این دختره رو رد کنیم بره. قرار اتاقدار بشی. چی مامان؟ برای شبدر خواستگار اومده. من به خدا لعنتت کنه، این چه آشغالی بود رول کردی من کشیدم. چه کابوس دریوری دارم میبینم. چی میگی؟ بگو که خواب نمیبینم مامان. یعنی واقعا شبدر خواستگار داره؟ مامان بی خیال، لابد تشابه اسمیه. چند تا دختر دیگه میشناسی اسمشون شبدر باشه؟ نه خدایی نمیشناسم. بلند شو مادر، کلی کار داریم. قشنگ باید خونه رو تمیز کنیم. باشه مامان. ای خدا، بازی ننه من یه بهونه پیدا کرد بی خاطرش کل این ساختمون آب بکشه. کی از دست اینا خلاص میشم؟ چیزی گفتی پسرم؟ نه منظورم این بود مامان کی میرم دستشویی از این دستشویی شماره 2 خلاص بشم. دختر گلم. سلام مامان. سلام به روی ماهت قشنگم. چیزی شده؟ نه عزیزم، امروز به خود اومدم، دیدم دخترم بزرگ شده، برای خودش خانومی شده، اومدن براش خواستگاری. چی؟ خواستگار؟ بله، ظاهراً انگار توی دانشگاه یک نفر شما رو دیده و ازت خوشش اومده. کی هست؟ نپرسیدم. خانواده‌اش چجوری بودن؟ نمیدونم. پسر چند سالشه؟ اطلاعی ندارم. شغل و تحصیلاتش چی بود؟ عجب دوره ای شده، دختره بی حیا مادرش رو این همه سوال پیچ میکنه. چی بهشون جواب دادی؟ چهارشنبه عصر میان خواستگاری. همین چهارشنبه؟ آره، پس کدوم چهارشنبه؟ هیچی از خانواده، تحصیلات، شغل، سنش نپرسیدی، بعد میگه همین چهارشنبه بیان خواستگاری؟ آخ قلبم. چی شد مامان؟ چشمام گزگز میکنه و دستم سیاهی میره. خوبی مادر؟ مگه میذاری؟ آخر منو میکشی، میفرستی سینه قبرستون. اینجوری نگو مامان. مگه غیر از اینه؟ باشه بیان چهارشنبه. باشه، پس به خودت برس، برای چهارشنبه آماده باش. باشه. راستی مادر، وسایلت رو هم کم کم جمع کن که بعد عقد راحت تر بری. مامان جون چی شد؟ این چه کلاهی سرته؟ گیر ندی به کلاه من دیگه. این مرحله کار انجام شد. برو جارو برقی رو بیار که بریم تو کار خونه. ای خدا. بریم ببینیم از کجا شروع کنیم، خونه رو کی تمیز کنیم، برای پذیرایی چی باید آماده کنیم. بیا مادر، بیا از این یعنی چی؟ واقعا من 3 روز دیگه خواستگار دارم؟ اونم کسی که هیچی در موردش نمیدونم؟ آخه چرا مامانم اینجوری کرد؟ اصلا با خودش فکر نکرد چرا داره این کارو میکنه. شاید براتون سوال پیش اومده باشه که این کیه؟ جن؟ روح؟ ایشون آقای خبیثه. خبیث بخش تاریک وجودمونه، اون خصوصیاتی از خودمون که دوستش نداریم و دلمون میخواد از خودمون دورش کنیم. گاهی همین خبیث باعث ناراحتی و حال بد و کارهای اشتباه درون ما میشه. ایشون خوراکش سروتونینه و عاشق اینه با کارهای منفعل یه کاری کنه تو سروتونین بدنتو از دست بدی. جلوتر براتون میگیم سروتونین یعنی چی. قطعا برات پیش اومده یه صدایی، یه گفتگوی درونی با خودت باعث بشه کاری رو انجام ندی یا یه کارایی رو انجام بدی و بعدش پشیمون بشی. مسئول اون صدا و احساسها ایشونه، آقای خبیث. برگردیم سر داستان.
واقعا چرا؟ حتی با خودش فکر نکرد. تو واقعا راضی؟ تو همچین چیزی رو میخوای؟ اصلا من براش مهم نیستم. اصلا تو واسش هیچ ارزشی نداری. ببین تو رو دوست نداره حتی. اصلا بذار برم بهش بگم چرا اوکی داد. نه نمیخواد. بشین همینجوری فکر کن. بیا فکر کنیم با هم. اصلا خیلی بدبختی. من خیلی بدبختم. برم یکم با بابام صحبت کنم. نه نمیخواد. ولش کن. بیا برو تو گوشی اکسپلور گردی کن. تو گوشی باش. راست میگی. آفرین. به به قشنگ درگیر کارهای منفعل شد. هر چی سروتونین داشت و مکیدم. خدای شکرت. چون کارمند نیست حقوق ثابت نداره بذارش کنار. من پدرتم. صلاح تو رو میخوام. از قیافش خوشم نیومد. نه تو دوران آشنایی به جای حرف و سلیقه دیگران با معیارهای درست و اصولی انتخاب کن. اصلا بذار برم از این مشاور ازدواج کمک بگیرم. بهتر از این خودخوری و فراره. نه نمیخواد. چرا میخواد؟ ازدواج خیلی تصمیم مهمیه. تمام عمر و زندگی منه. بابا نمیخواد. ولش کنار کن. بذار ردشم برم. 2 دقیقه شکرت کردم. آزدی همه کاسه گوزهای ما رو به هم ریختی. آها اینم شمارش. سلام، یه وقت مشاوره اورژانسی میخواستم. ای بابا نمیخواد. اصلا میشینیم با هم آهنگ غمگین گوش میدیم. برای امروز ساعت 6 وقت داد. ممنون از شما. واریز میکنم. گوشیتم میگه بابا ول کن. ای خدا. سلام، وقت شما بخیر. سلام، عصرتون بخیر. چطور میتونم کمکتون کنم؟ من چهارشنبه خواستگار دارم. تبریک میگم. چه تبریکی؟ اصلا نمیدونم کیه چیه. ازتون یکم راهنمایی میخواستم. به چیا دقت کنم؟ چیا بپرسم؟ متوجه شدم. اولا اینکه فقط یه جلسه خواستگاری زمان کافی برای شناخت و تصمیم گیری برای ازدواج نیست. حداقل باید 6 ماه همدیگر رو بشناسید و توی این 6 ماه 500 ساعت زمان با هم بگذرونید که یه روزاییش در کنار خانواده ها و از صبح تا شب باشه. ای وای، یعنی هر کسی هر جوری بود باید 6 ماه آشنا بشم باهاش؟ نه اینطور نیست. بذار برات توضیح بدم. تصور کن یه نفر میاد خواستگاری یا به طریقی بهت پیشنهاد میده واسه آشنایی بیشتر. تو شروع میکنی بر اساس معیارات میسنجیش. مثلا میبینی که از نظر زیبایی و ظاهر اون معیار و اون چیزی که تو دلت میخواد و داره یا نه. اگه اون معیار رو به حدی که تو دلت میخواست داشت، شروع میکنی میری واسه جلسات بعدی آشنایی. اگه اون معیار رو به حدی که تو میخواستی نداشت، دیگه نیازی نیست جلسات بعد آشنایی رو ادامه بدی. آها. تو ادامه مسیر آشنایی هم همینطوره. تو هر مرحله اگه دیدی طرف مقابلت یکی از خط قرمزا رو رد کرده یا نشونه یه آسیب جدی یا یه خصوصیت اخلاقی داره که برای تو مناسب نیست یا مخالف معیاراته، اجازه داری تو همون مرحله از آشنایی صرف نظر کنی. متوجه شدم. خب این معیارا چی هست؟ معیارها زیاده. قراره در طول این زمان 6 ماهه شروع کنی بررسیشون کنی. معیارهایی مثل تناسب، شباهت، یکسان بودن خانواده ها، جذابیت ظاهری، جایگاه اجتماعی، جهانبینی، باورها و اعتقادات، هدف و مسیر مشابه تو زندگی، نیازهای جسمی و روانی، مدل گفتگو و توانایی ارتباط برقرار کردن، هوش و ذکاوت و خیلی چیزای دیگه. چقدر معیار؟ بازم هست؟ بله، حدوداً 30 تا معیاره که باید توی زندگی مشترک و انتخاب طرف مقابلت حتما بررسیشون کنی. بقیه‌اش هم میگید بنویسم؟ آره حتما. اولویت بودن یا نبودن شما، تأمین نیازهای جسمی و روانی، هوش و ذکاوتتون، اینکه تو رابطه چقدر قراره صداقت و راستگویی باشه، مرز خیانت یا خیانت نکردن، سبک بیان درخواست‌ها و نیازها،
سیگار، مشروب، قلیون و نگاهی که به اینها داره، مدل ارتباطی با خانواده ها، میزان پذیرش مسئولیت توی رابطه، تعداد فرزند، محل زندگی، نگرش به اینکه آیا قرار مهاجرت کنیم یا نه. تازه الان دارم متوجه میشم که چرا باید 6 ماه با طرف مقابل آشنا بشن، چون باید همه این معیارا رو شناخت. دقیقاً. ببین هر آدمی توی این جامعه یه نقاب داره، اون چیزی که دلش میخواد بقیه توی جامعه ازش ببینن. ما آدما نمیتونیم طولانی مدت نقابای خودمون رو نگه داریم، اما برای کوتاه مدت و توی ارتباط با آدمای دیگه اون چیزی که طرف مقابل از ما میبینه نقاب ما، یا بهتر بگم اون چیزی که ما دوست داریم نشون بدیم. به همین خاطره که نمیشه تو کوتاه مدت کسی رو سنجید. اما این نقاب ها وزن داره، یعنی برای طولانی مدت نمیشه نگهش داشت. پس کم کم با گذر زمان ذره ذره این نقاب میاد پایین و تو میتونی خود واقعی اون فرد، مخصوصا خصوصیات منفیش یا چیزایی که دلش نمیخواد تو ببینی رو ببینی. پس باید حتما 6 ماه طول بکشه. خب الان برای جلسه اول باید چیا رو بررسی کنم؟ توی جلسه اول خواستگاری میتونی از نظر ظاهری، اندام، چهرش، مدل خانواده و سبکشون و مدل تعامل خودش با خانوادهش رو بسنجی و ببینی. چیا بپرسم؟ سوالای کلی مثل هدفش از ازدواج، علت اینکه چرا تو رو انتخاب کرده و هدفش تو زندگی رو بپرسی. حتما. دیگه چی؟ در مورد خواسته ها، نگاهت به زندگی، اینکه از زندگی چی میخوای میتونی صحبت کنی. آها راستی، حتما تو جلسه اول بپرس بدترین اتفاق تو زمینه شغلی و تحصیلیش چی بوده و از جوابش بررسی کن. ببین بیشتر کیو مقصر میدونه، میندازه گردن دیگران یا بخش مربوط به خودش یا تقصیر خودش هم بر عهده میگیره. از این سوال میتونی متوجه بشی این آدم آدمیه که از پذیرش مسئولیت اتفاقا فرار میکنه و میندازه گردن بقیه، یا بخشی که مربوط به خودش هست رو به عهده میگیره، چون دقیقاً قراره این مدل رو توی زندگی مشترکش هم پیاده کنه. مهمترین نکته‌ای که برای جلسه اول خواستگاری نیاز حواسم باشه چیه؟ به هیچ عنوان اجازه نده توی جلسه اول تصمیم مهمی گرفته بشه و اینکه همه تلاشتو بکن خانواده‌تو راضی کنی که 5-6 ماه آشنایی باشه تا اون معیارایی که گفتم رو فرصت کنی دقیق و درست بررسی کنی. ممنون ازتون، خیلی کمک کردید. خواهش میکنم. بازم وقت مشاوره میگیرم. خدا نگهدار. ممنون، خدا نگهدار. چشمام گزگز میکنه و دستم سیاهی میره. نخند آقا، داری میخندی؟ چشمام گزگز میکنه چشمام گزگز میکنه دستم سیاهی. حالا یه لقد دادم. دوباره یکی دیگه. انصافا دلت میاد اینجوری بزنی؟ کبدم درد گرفت. کلی هم درد گرفت. کلی درد شدن. آره. نه یه جوری میزنه نیاز من ندارم جوری بشم، اتوماتیک یه جوری میشم. برو بعدی. آی دل درد شدم. منم دل درد شدم ولی به دلیل دیگه ای.